خب این جلسه قراره که با هم پلک بالای چشم رو کار کنیم. برای این البته اول میام رد موجا رو میذارم که بدونم کجاست و گم نشن و بعد قراره که مرحله مرحله با هم پیش بریم. پس از مداد هاش که سخت تر هستش شروع میکنم به زیرسازی و بعد رفته رفته از مدادهای نرمتر یعنی به استفاده خواهم کرد و میانه سازی و روکار هم با البته مدادهاش انجام میشه. مدادهاش برای این خیلی روشن میشد، بخاطر این از مداد هاشبم میشه استفاده کردش. حالا بستگی به طرحتون داره، یا میتونین اول با مداد هاش یه دور انجام بدین زیرسازی رو، بعد از روش با مداد هاشبه تیره ترش کنین. موجه ها رو به حالت پرتابی و همون سایه های آبشاری میزنیم تا نوکش تیز در بیاد و بیشتر شبیه موجه باشه، همونطور که میدونیم. همونطور که گفتم بعد اینکه با مداد هاش زیرسازی کردیم میتونیم با مداد هاشبه شروع کنیم به تیره کردن کارمون. البته تیرگی هم همینجوری نیستش، نسبت به طرحمون نگاه میکنیم ببینیم کجا تیره تره، کجا نور داره و طیفش چجوریه و کاملا باید اینا رو رعایت کنیم. الان میبینم که تیره تر هستش این قسمت ها و نوبت میانه سازیه، پس میرم سراغ مداد B8 تا اینکه اینجا رو تیره کنم.
یه لکه‌هایی هستش، یعنی یک دست نیست، باید اینا رو هم حتما ایجاد کنین، هرچی که هست دیگه. از تیره به سمت روشن میریم همونطور که میدونین، ولی دقت کنین که این طیف رو ایجاد کنین، یعنی کاملا باید حس بشه که این پلک برجستگی داره نسبت به بقیه جاها. قلموی سایز بزرگمون رو برمیداریم. اول یکم عنبیه رو محو میکنم و بعد باید برم سراغ همون پلکی که کار کردیم. اولش اجازه بدیم با قلموی سایز کوچکتر یه دورم اینجا رو کار کنم و الان میریم سراغ پلکمون. همونطور که بازم میدونید، اصلا همه چی رو میدونین دیگه، خیلی دانا شدین. شروع میکنیم به محو کردن، ولی قبلش موژا رو تیره میکنم کاملا، چون احتمال اینکه گم بشن و دیگه طرحم خراب بشه هستش، واسه همین کاملا مشخص کردم که کجا هستن. بعد اینکه با قلمو محو کردین، میتونین برین سراغ شوت سایه. میتونستین حتی از اول هم با شوت سایه کار کنین، ولی خب این قسمت یه بافت خاصی داره که با قلمو بهتره کار بشه و اون بافت ایجاد بشه. ولی میگم بعداً میشه از روی این شوت سایه هم استفاده کرد تا
کاملا محو و حالت پوست رو به خودش بگیره. با پاکن خمیری نورای این قسمت رو ایجاد میکنم. کلا دیگه سایه‌مون تموم شده و نوبت نور هاست که با پاکن خمیری میشه سایه نورهای خاکستری رو کار کرد و اینجا بیشتر نور خاکستری به چشم میخوره. همونطور که میبینیم پاکن خمیری رو هم با حالت ضربه‌ای حرکت میدم. این باعث میشه که کارمون به یه نور ثابت برسه و لکه نشه. الان برای اینکه نورهای تیزتر رو کار کنیم، نورهایی که روشن‌تر هستن رو میریم سراغ پاکن برقی و نورهایی که به حالت نقطه‌ای هستش و بیشتر اگه دقت کنین پیش موژه هاست، اونا رو کار میکنیم. ولی باید با مداد بهش اولش تیره میکردیم اینا رو، بعد میرفتیم سراغ پاکن. اصولا درست موژه رو طرحش رو کشیده بودیم ولی تیره نبودن. پس برمیگردیم و اول اینا رو تیره میکنیم، بعدن میریم سراغ نورهامون. اینجا هم دوباره پاکن رو به حالت ضربه‌ای حرکت میدم و این باعث میشه که نورهای نقطه‌ای و پیوسته به هم ایجاد بشه. با پاکن اتودی بیشتر نورایی که با حالت خطی هستن رو میشه ایجاد کرد. اینجا یه چند تا نور خطی دیده میشه، پس از این میتونم استفاده کنم. سعی کنین نوک پاکن رو هم تیز کنین با سنباده تا اینکه بشه این نورهای ریز رو ایجاد کرد.
و میبینین که چقدر این تیرگی ها و روشنایی ها باعث زیباتر شدن و طبیعی شدن، هایپر رئال شدن طرح مو هستش و از اینجا به بعدش بمونه به ویدیو بعد.